خب قسمت سوم آواتار یعنی آتش و خاکستر بالاخره اومد، ولی راستش یه سوالی رو با خودش آورده که فکر کنم هیچ کدوممون انتظارش رو نداشتیم. نکنه جادوی پاندورا داره کمرنگ میشه؟ بعد از 2 فیلم فوق‌العاده موفق، این قسمت جدید انگار سر یه دوراهی خیلی حساس قرار گرفته و امروز می‌خوایم دقیقاً بفهمیم که چرا. و خب همین اول کاری یه شوک بزرگ بهمون وارد میشه. آتش و خاکستر با امتیاز 71% نه تنها از قسمت دوم که امتیاز کمتری داشت، بلکه حتی از خود فیلم اول هم امتیاز پایینتری گرفته. میدونید برای مجموعه‌ای که همیشه عادت به تحسین منتقدات داشته، این یه افت خیلی جدی حساب میشه. یعنی خیلی رک و پوست کنده بخوایم بگیم، ما الان داریم درباره ضعیف‌ترین فیلم این مجموعه از نگاه منتقدها صحبت می‌کنیم. همین یه جمله کافیه تا برسیم به سوال اصلی این بررسی. آخه چرا؟ چی شده که منتقدا این بار انقدر سخت گرفتن؟ خب بیایید یکم عمیق‌تر شیم ببینیم داستان چیه. این امتیازهای پایین واقعاً از کجا میاد و منتقدا دقیقاً به چه چیزایی ایراد گرفتن؟ نقدای فیلم رو که میخونی 3 گله اصلی هی تکرار میشه. اولی خستگی از مجموعه است. انگار بعضیا میگن دیگه اون حس تازگی رو براشون نداره. دومی داستان سرایی تکراری. خیلیا معتقدن که قصه فیلم همون الگوی قبلی‌ها رو داره تکرار میکنه. و سوم اون زمان فیلم 199 دقیقه، یعنی واقعا نفسگیره و خیلیا گفتن دیگه بیش از حد طولانی و کش داره. حالا برای اینکه بفهمید بعضی‌ها چقدر شاکی بودن، فقط به این نقل قول از روزنامه گاردین گوش کنید. این دیگه یه انتقاد معمولی نیست. رسما فیلم رو کوبیده و نشون میده که انگار صبر بعضی از منتقدات دیگه واقعا تموم شده. و اینم یه نمونه دیگه که حتی از اونم بدتره. ببینید چی میگه؟ یعنی فیلم انقدر حوصله سربر بوده که حواس منتقد پرت لیست خریدش شده. اینجور حرفا برای یه فیلم با این همه هزینه واقعا ضربه سنگینیه. اما خب همه چیز هم بد نیست. اصلاً یه بخشی از فیلم هست که تقریباً همه، چه اونایی که دوستش داشتن چه اونایی که نداشتن، روش اتفاق نظر دارن و اونم معرفی یه قبیله کاملاً جدیده. اینا مردم خاکستر هستن یا به زبون خودشون مانک‌کوان. یادتونه قبیله‌های قبلی چقدر آروم و با طبیعت یکی بودن؟ خب اینا دقیقاً برعکسن. تو دل آتشفشان زندگی میکنن، خشنن، جنگ طلبن، خلاصه یه روی کاملاً جدید و تاریک از پاندورا رو بهمون نشون میدن. و رهبر این قبیله کیه؟ یه شخصیت جدید و فوق‌العاده به اسم وارانگ. اونا چاپلین این نقش رو بازی کرده و باید بگم واقعاً یکی از نقاط روشن فیلمه. و جالبه که همه، یعنی تقریبا همه، بازی چاپلین رو تحسین کردن. میگن یه انرژی، یه خشم و کاریزمای عجیبی به فیلم داده که لازمش داشته. حضور اون بدون شک یکی از بهترین چیزای فیلمه. و اینجاست که میرسیم به دعوای اصلی سر این فیلم، جدال بین چشم و مغز. یعنی تکنیک فوق‌العاده در برابر یه داستان که خب خیلیا میگن تکراریه. آیا واقعا جلوه‌های ویژه میتونه یه داستان ضعیف رو نجات بده؟ اینجا فیلم انگار 2 تیکه میشه. از یه طرف همه میگن آقا از نظر فنی، از نظر جلوه‌های ویژه این فیلم یه شاهکاره، بی‌رقیبه. اما از اون طرف داستانش خیلی‌ها میگن همون قصه قبلیه، شخصیت‌ها عمق ندارن و ریتم فیلم خیلی کنده. و این جمله دقیقاً مهر تایید میزنه به اینکه جیمز کامرون هنوز تو کار خودش استاده. یعنی حتی منتقدایی که از داستانشون بعدشون اومده هم مجبور شدن اعتراف کنن که از نظر تکنیکی فیلم یه پدیده است و کار جدیدی تو سینما انجام داده. خب حالا بیایید از خود فیلم یه قدم بریم عقب‌تر. این همه تعریف و انتقاد آخرش چه تأثیری روی آینده کل دنیای آواتار میذاره؟ چون بحث فقط سرنوشت این یه فیلم نیست، خیلی بزرگتر از این حرفاست. ببینید آتش و خاکستر یه بودجه نجومی داشته، یعنی واقعا یکی از گرانترین فیلم‌های تاریخه. این یعنی چی؟ یعنی برای اینکه اصلا به ساختن قسمت 4 و 5 فکر کنن، این فیلم باید تو گیشه غوغا کنه. یه فشار مالی وحشتناکی روی این فیلمه. و اگه فکر میکنید دارم اغراق میکنم، به این حرف خود جیمز کامرون گوش کنید. خودش رسما گفته این یعنی شوخی نداره. آینده پاندورا به معنای واقعی کلمه به فروش این فیلم بستگی داره. این نقشه راه بلند پروازانه کامرون برای آینده بود، 2 فیلم دیگه تا سال 2031. ولی حالا با این واکنش‌ها یه علامت سوال گنده افتاده روی همه این برنامه‌ها. و آخرش همه چیز برمیگرده به همین سوال.
آیا ما به عنوان تماشاگر هنوزم برای 2 تا فیلم دیگه با خانواده سالی همراه میشیم یا این داستان‌های تکراری باعث شده اون آتیش و هیجان پاندورا کم کم داره خاموش میشه؟ سرنوشت یکی از بزرگترین مجموعه‌های تاریخ سینما الان واقعا روی هواست.